سلام. یکی از شامورتی‌بازی‌های نظام در سال گذشته راه اندازی یک دادگاه نمایشی تأخیری برای محاکمه سازمان مجاهدین بود، چون یکی از متهمین این پرونده خود سازمان مجاهدین در کلیتش است. این دادگاه رو خامنه‌ای با دور موتور بالا با کلی تبلیغات و بیلبورد در سطح شهر شروع کرد، اما بعد از 10 جلسه انگاری که بادش خوابید، طوری که حتی رسانه‌های خودشون هم دیدن دیگه چیزی نداره که بشه پردازن، که این صدای بعضیاشون رو در آورد. وقتی که صحبت کردم گفتن کجا میری، گفتم واسه شهدای ترور، خیلی خوشحال شدن، ولی خیلی تعجب میکنم صدا و سیما خیلی تیکه‌ای کوچیکی از این مراسم رو نشون میده. البته کساد بودن بازار این دادگاه از همون اول کار مهر خورد، وقتی که مجاهدین کل این نمایش رو به سخره گرفتند و جلوی ولی فقیه این حرف ساده رو گذاشتند که اگر اهل دادگاه و قانون هستی پاشو بیا یک دادگاه بین‌المللی یا وکلای بین‌المللی مجاهدین رو بپذیر، که اینجا خامنه‌ای کیشمات شد، چون هیچ کدومشون رو نمیتونست بپذیره. بنابراین اصلا اون اول کار فاتحه این نمایش دادگاه خونده شد. اینکه حتی صدا و سیمای آخوندی هم چیز دندونگیری توی این نمایش پیدا نمیکنه بی‌دلیل نیست، چون این دادگاه تبدیل شد به یک نمایش یک طرفه با همون حرف‌ها و کلیشه‌های تکراری که 100 بار تو 100 تا مستند دیگه رژیم نخنما شده، که حتی برای بسیجی‌های خود نظام هم حرف جدیدی نداشت. بعد یه خیار چنبری هم به اسم نماینده دادستان آوردن که اونقدر خسته کننده و ملال‌آور صحبت میکنه که ملت رو برده رو خلسه، و از اون طرف هم میخواد جست محقق بگیره که رفته متون سازمان رو خونده، ولی قبلش از یکی سوال نکرده که چجوری این متون رو میخونن. اینجا مسعود رجوی چی میگه؟ این مصاحبه مسعود رجوی است. میگه و ضمن ممانعت از لوث شدن این ارزش‌ها با هیاهوی ارتجاعی دار و دسته خمینی، ملوث شدن این ارزش‌ها در سند میگه چنان که میدانید ما این سیاست انقلابی را قبل از 30 خرداد تعقیب میکردیم که رژیم خمینی را شقه کنیم. شقه نه آقا، شقه. میگه ما این سیاست انقلابی را قبل از 30 خرداد تعقیب میکردیم که رژیم خمینی را شقه کنیم. نه نمیدونم چیشو نمیفهمی. شقه، باید بگی شقه. رژیم ارتجاع لیبرالی را شقه کنیم. مثل اینکه این پیاده تر از این حرف هست. فایده نداره، ولش کن. حالا برای اینکه به این نمایش بیرمقشون یکم هیجان بدن، رفتن چند تا فیلم هالیوودی نگاه کردن، این فیلم‌های دادگاهی. بعد فکر کردن که چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتن این صحنه هستش که چند تا وکیل میان پیش میز قاضی، این خیلی هیجان داره، که گفتن ما هم یه بار این کارو بکنیم، که اینجوری عذاب در اومد. احد از وکلای متهمین به علت بیماری در جلسه اعلام کردن حاضر نیستند. با توجه به اینکه جلسه دادگاه بدون حضور وکلای متهم نباید تشکیل بشه، جدی میفرمایید؟ و نظر به اعلام آمادگی احد از وکلای دیگر حاضر در جلسه، دادگاه یک تنفس کوتاه رو اعلام میکنه. سلام، شما آماده بودین وکالت این جلسه متهمین رو بپذیرید؟ خیلی خوب. منشی جلسه اظهارات ایشون با توجه به اینکه بله فقط همین جلسه است، با توجه به عدم حضور آقای محمدی، جناب آقای وکیل وکالت متهمین رو با توجه به مطالعه اطلاعی که داشته بپذیره. من از نماینده محترم دادستان تقاضا دارم با توجه به اینکه الان تمام متهمین وکیلشون در جلسه حاضرند، قرائت کیفرخواست رو آغاز کنید. فیلم هم میخواد بازی کنید، باید حداقل یک بازیگر خوب بیارید. آخه ساختگی بودن این صحنه که همینجوری داره داد میزنه. اول یه جستی گرفت که ما بدون وکیل متهم جلسه رو ادامه نمیدیم، ولی بعد همونجا بلافاصله میگه که ما هم پشت این چیزا نمیمونیم. بعد یارو صدا میکنه قبول داری؟ اونم قبول دارم، یالا برو. به همین سادگی. قشنگ معلومه که چون میخوان بعداً جلوی طرف حساب‌های غربیشون این فیلم رو نشون بدن، گفتن حتما باید یک سکانس اینجوری هم داشته باشیم که برای اونا آشنا به نظر بیاد که اینجا دادگاه مثلا، چون همینجوری که هیچی شبیه دادگاه نیست. اما دلایل کسادی این دادگاه یکی دوتا نیست. اساساً خود اتهاماتی هم که برای مجاهدین 700 صفحه ردیف کردن دیگه توی خود نظام خریداری نداره.
مثلا از یک طرف میگه مجاهدین مهره آمریکا هستند، ولی بعد برای اینکه لیست گذاری مجاهدین توسط آمریکا رو تبیین کنه دیگه میفته به جفن گفتن. و گروهک تروریستی منافقین اون جنایات، ترورها و بمبگذاری‌های دهه 70 هجری شمسی رو در ایران انجام میدن. در اینجا امریکا و کشورهای غربی مخصوصا اروپا میبینه که همه دارن محکوم میکنن و اینهایی هم که ادعای مبارزه با تروریسم رو دارن رسوا میشن. به همین دلیل به ناچار و از روی اکراه میان اسامی این در واقع اسم این گروهک در لیست سیاه خودشون و جزء گروه‌های تروریستی ذکر میکنن. پس وقتی ما میگیم که با اکراه میان اسم اینها رو در لیستشون قرار میدن، لیست سازمان‌های تروریستی، به خاطر حمایتشون از این در واقع گروهک تروریستی بوده. حتی 2 سلول فعال هم تو مغز یارو نیست. این کیفرخواست رو برای مخاطبی با ضریب هوشی زیر کرفس تنظیم کردن انگار. اصلا کاری نداره به زد و بند و معامله با رژیم، به اعتراف مارتین ایندیک از دستیاران وزیر خارجه آمریکا که گفته بود هدف از این نامگذاری ارسال یک ژست حسن نیت به خاتمی بود. کاری هم به بمباران مجاهدین در جنگ اشغال عراق توسط آمریکا نداره. کاری هم به جنگ حقوقی چند ساله مجاهدین برای خروج از لیست نداره. 10 دادگاه، مندیمس، تحسن‌ها، کنفرانس‌ها، کلاً به این چیزها کاری نداره، تعطیله. توی فاز دیگه ای از تاریخ سیر میکنه. همینطوری میگه آمریکا برای حمایت از مجاهدین رو گذاشت تو لیست تروریستی. آره تو تحقیق کردی، آره تو میدونی، ادامه بده. و اما اتهام دیگر مجاهدین در سال 64 یعنی سال ازدواج مسعود رجوی به ایجاد یک انقلاب ایدئولوژیک پرداخت. در واقع انقلاب ایدئولوژی که طراحی شده توسط مسعود رجوی بر 4 پایه استوار بود. پایه 4م هژمونی زنان. این زنان هستند که بر مردها غالبند، یعنی ریاست مریم رجوی و اینکه کل اعضای شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت، هم از لاییک، مسلمان و غیر مسلمان، میبایست تحت هژمونی زنان درآیند. باز مثل اینکه مگس داره از بهداشت حرف میزنه. اگر شما تونستید به مگس ها بفهمونید که گل از زباله بهتره، به اینم میشه فهموند که چرا مشارکت زنان در رهبری اهمیت داره. آخه گولاخ، وقتی تو قانون شما زن حق نداره رهبر بشه، رئیس جمهور بشه، قاضی بشه یا حتی توی خبرگان شرکت کنه، معلومه که هژمونی زنان هم برای شما جرم محسوب میشه، چون تمام بنیادهای فکری حکومت آخوندی برباد میره. تو اول باید جواب بدی که چرا تو خبرگانتون حتی یک زن هم راه ندادید؟ چرا بانوان که 50% جمعیت یک کشور رو تشکیل میدن، چرا تو خبرگان یه بانو نداریم؟ یه بنبستایی در قانون اساسی هست که این چیزا هست، یک خانم هم ما توی خبرگان نداریم. چرا؟ و اما یکی از دلایل اصلی کسادی این نمایش خود شاکیان این پروندند. یعنی شما رفتی کسایی رو به عنوان شاکی آوردی که هر کدوم یه تریلی جنایت رو دارن یدک میکشن. مثلا این کیه؟ این اومده به خاطر هلاکت باباش شکایت کنه. باباش کیه؟ جلاد مردم کردستان و مجاهدین، یعنی صیاد شیرازی. حالا ببینیم که این اومده دنبال چی؟ جریان منافقین یک جریان مارکسیستی صرف هستش. به تعبیر مقام معظم رهبری، منافقین مارکسیست محض هستند و به تعبیر امام خمینی منافقین هیچ در واقع مارکسیستی هستند که یه لحظه به اعصابت مسلط شو. اول فکر کن دقیقاً چی میخوای بگی. اگه چیزی توی کلت داری تلاش کن ازش استفاده کنی. اونو باید قبل از حرف زدن به کار بگیری. هیچ ربطی به اسلام ندارن و اینها نمیتوان هم اسلامگرا باشن و هم مارکسیست باشن و ماهیت اینها ماهیتی هستش که به لحاظ ایدئولوژی، به لحاظ اعتقادی هیچ تغییری ضد اسلام هستن. این یکی بهش چند تا کلمه دادن، ایدئولوژی، مارکسیسم، اسلام، آمریکا، گفتن با اینا چند تا جمله خیلی خفن بساز، ولی هنوز جمله ها رو نساخته، رفته رو ارسال. همینطوری دیگه داره میزنه به در و دیوار. و
چهره اینها و شخصیت اینها و ماهیت اینها تحت حمایت آمریکا هستش. ماهیت و چهرهشون تحت حمایت آمریکاست؟ ببین به من بگو دقیقاً چی میخوای بگی؟ و تمام کارهایی که در قبل از انقلاب کردن و بعد از انقلاب کردن همه برخواسته از حمایت آمریکا بوده. آخه گوشگو، اولش میگفتی که اینا مارکسیستن، بعدش میگی تحت حمایت آمریکان. آخه چطوری؟ اینا نمیشه. و لذا باید نسبت به ماهیت اینها اقدام قانونی بشه و نسبت به رسیدگی اینها پرونده ویژه انجام بشه. چه گیری هم داده به ماهیت. بابا آخه ماهیت هیچ کس رو که نمیشه توی دادگاه محاکمه کرد. نمیدونم معنی این جمله رو میفهمی یا نه، ولی نمیشه. البته از اینجور آدما نباید انتظار فهمیدن داشت، چون کلا نرم افزار فهم رو نصب نکردن. من به نمایندگی از خانواده معظم شهیدان بنده حقیق دکتر مهدی صیاد شیرازی هستم. دکتر مهدی؟ تو اگر وزنت اندازه شعورت بود الان نیم مثقالم نبودی. دکتر کی بودی تو؟ حالا جالب اینه که خودش رو سخنگوی همه خانواده‌های پاسدارهای به هلاکت رسیده هم میدونه که اومدن اینجا چی گیرشون بیاد. من به نمایندگی از خانواده معظم شهیدان و علاوه بر این غرامت و همه خسارت‌های مادی و معنوی که انجام شده که نحو احسن رسیدگی داشت. خسارت میخوای؟ غرامت میخوای؟ خب همینو بگو دیگه، برای چی میپیچونی؟ پس اینطور به نظر میاد که یه سری لاشخور همین که شنیدن قراره یک دادگاهی برای مجاهدین تشکیل بشه، بوی کباب شنیدن و گفتن بدو بریم سریع چکی نقد کنیم. حالا چه جوری؟ یه وصله جور میکنیم و خودمون رو میچسبونیم به مجاهدین. من خواهر غلام حسین ابراهیم نژاد هستم، عضو همین گروهک منافقی. ما خودمون خانواده قربانی هستیم اصلا یک جورایی. ما الان سال‌هاست داریم تحت شکنجه قرار میگیریم از این گروهک. ما از نظر روحی روانی قربانی این گروهک هستیم. یعنی به شما آسیب‌های روحی وارد شده؟ نه تنها من، خانواده‌ام هستم. سکانس دراماتیک نمایشه با موزیک متن فیلم‌های غم‌انگیز که حالا چی شده؟ این خانوم قرار نقش یک قربانی رو بازی کنه، ولی میگه ما یه جورایی قربانی شدیم. یعنی خودش هم دقیقاً نمیدونه قربانی چی شده، چون با عقل پیاز هم جور در نمیاد که سر و مرو گنده وایستادی بعد میگی ما سالها تحت شکنجه قرار گرفتیم. بعد یکم فکر میکنه میگه آها روحی روانی قربانی شدیم، یعنی تو تصویر قابل مشاهده نیست. خودم 6 ماه بستری بودم. به چه جهتی میشه توضیح بدین من بدونم این آسیب روحی رو کی وارد کرده؟ افسردگی گرفتم که اومدن خبر دادن که عضو گروهک بودن و بعد کشته شدن. و 6 ماه بستری بوده به خاطر آسیب روحی، اونم از نوع افسردگی. بابا با این فشاری که شما الان دارین به ملت میارین که پس بعد 40 میلیون رو ببریم تو بیمارستان بخوابونیم، چون ملتی که بعد روزانه با حجابان و انتظامی و گرونی و فقر و تورم دست و پنجه نرم کنه دیگه کارشون از افسردگی گذشته. بعد این داره به زور یه جایی در گذشته های دور دنبال علت بستری شدنش میگرده، میخواد یه قیمت خودش رو ببره بالا. فردی که الان نام بردین جزء برادرم مثلا فریب خورده بودن. البته الان کجا هستن؟ کشته شدن. توسط کی کشته شده؟ توسط همین والا گروهک تروریستی. الان من شما به احساس عنوان میکنم ایشون فریب خورده بودن، احساس کنم راه برگشت برای ایران میخواستن که حالا نمیدونم. از اینجا به بعد تناقض‌های داستانش یکی یکی بیرون میزنه. از یه طرف میخواد بگه برادرش فریب خورده بود، چون اگر بگه که برادرش مجاهد بود و خودش انتخاب کرده و رفته توی این مسیر شهید شده دیگه ربطش به تو چیه؟ تو توی این دادگاه اومدی چی میخوای؟ غرامت چی رو میخوای بگیری؟ الان کجا هستن؟ کشته شدن. توسط کی کشته شده؟ توسط همین والا گروهک تروریستی. حالا این یارو قاضی میخواد هی تو اجرای سناریو کمکش کنه، ولی وضع بدتر میشه. میگه توسط کی کشته شدن؟ اون که نمیتونه بگه تو عملیات فروغ جاویدان توسط پاسداران سپاه شهید شده، چون وگرنه دیگه غرامت چی رو میخواد؟ بنابراین میره تو سناریوی همیشگی خودشونو کشتن. من احساس میکنم ایشون فریب خورده بودن، احساس کنم راه برگشت برای ایران میخواستن که حالا نمیدونم. یعنی واردم میخواسته بیاد داخل ایران. الان شما شکایت داری؟ بله شکایت دارم. ببین سناریویی که دستش چقدر بنجله. از این طرف میگه که طرف فریب خورده بود ولی میخواسته برگرده داخل ایران. خب تو عملیات فروغ جاویدان
همه مجاهدین اومدن داخل خاک ایران. بعد میگه نه آها این دفعه از فریب خارج شد که بعد مجاهدین زدنش، منم الان شکایت دارم. یعنی باورپذیرتر از این دیگه نمیتونستن کار کنن. قائل هستید برادر شما رو کشته بود؟ بله، چرا این کار کردن؟ برای اینکه پشیمان شده بود از کارش. شما از کجا مطلع شدین پشیمان شده؟ چون که اصلا 4 تا بچه داشت. من به نظرم خاطر اون بچه‌هاش هم شده باشه برمیگشت برای ایران. فریب خورده بود که رفت بود. 100% میدونم که پشیمان بود از این کارش. سندهایی که توی این دادگاه جمع کردن اینقدر متقنه. بهش میگه شما از کجا فهمیدید که این قبل از اینکه توسط همونها کشته بشه پشیمونم شده بود؟ میگه چون 4 تا بچه داشت به نظر من 100% پشیمون شده بود. این دیگه تحقیقات نیاز نداره که. یعنی اولش که داشت میرفت اونجا یادش نبود 4 تا بچه داره، فریب خورده بود، ولی این خانوم 100% مطمئنه که وسط عملیات حتما چون 4 تا بچه داشته پشیمون شده و مجاهدین زدنش. و جالب اینه وکیل تسخیری اول به این صحنه بیریخت معترض میشه که باز قاضیه میگه نه اینو توی پرونده ثبت میکنیم. اما الان صحبت شما چیه فرمایشتون؟ ایشان فرمودند که مرحوم برادرشون نجوز فعلا متهمینه و نه حتی جزو وراث شکات. اصلا آیا میتواند شاکی واقع بشه؟ ما گفتیم ایشون شکایت خودش رو از مراجع قانونی بده، اونجا تو دادسرا بررسی میشه. خواهش میکنم حرفاشون نشیده گرفته میشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون اعلام جرم داره انجام میده. آقای محمدی در حین رسیدگی مواجهه با جرمی بشه، منشی دادگاه اظهارات این خانم در صورت جلسه ثبت به عنوان اعلام کننده جرم به مرجع صالحش که دادسرا باشه ارسال بشه. خوبه بدونید شهیدی که این خانم ادعا میکنه خواهرشه و اینا میخوان روش توی این دادگاه تحقیقات کنند از شهدای قهرمان فروغ جاویدانه، غلام حسین ابراهیمی نژاد که زندگی نامش از سال 77 یعنی 25 سال قبل از این دادگاه توی این کتاب درج شده و اینجا هم کامل توضیح داده که بله این شهید در واقع این مجاهد دلیل از سال 57 با سازمان آشنا شده، فعالیت میکرده و در مقابل حمله چماقدارا از میلیشیا دفاع میکرده. بعد از سال 64 هم به رغم داشتن 4 فرزند پیگیرانه تلاش کرده تا خودش رو به خارج کشور برسونه و در اواخر سال 66 هم موفق شد. آخرین دستنوشته های این شهید هم هنوز باقیه که نوشته این جانب غلام حسین ابراهیمی نژاد بلوچی با اعلام هواداری کامل از سازمان مجاهدین خلق ایران و اعتقاد تمام عیار به مبانی اعتقادی و ایدئولوژی و تشکیلاتی و خطوط سیاسی سازمان، با آگاهی و آزادی کامل تقاضای اعزام به مرز ایران و عراق جهت پوشیدن لباس ارتش آزادی بخش ایران برای جنگیدن با رژیم خونخوار خمینی ضد بشر را دارم و آمادگی کامل پذیرش شهادت در راه سازمان و خلق و خدا را با تمام وجود داشته و به آن افتخار می کنم. در رابطه با مسئله خانواده و زن و بچه هیچ گونه مشکلی ندارم و به من تفهیم شد و تمام انرژی هایم را بدون هیچ مشکلی در راه جنگ آزادی بخش خواهم گذاشت. 13 اردیبهشت 1367. و چند ماه بعد هم در عملیات فروغ جاویدان شرکت کرد و قهرمانانه به شهادت رسید. حالا اینکه یکی میخواد با شهید دزدی از قبل خون این شهید خسارت و غرامت و پول 6 ماه بستری بگیره، دیگه خودتون قضاوت کنید که چه جور موجودیه. ولی بدون شک یکی از سکانس های کمدی این نمایش حضور دختر لاجوردی جلاد به عنوان یک کارشناس تاریخ بود. قبل از 30 خرداد اینطور که حالا داره تاریخ نگاشته میشه و ادعای اونها این هست که ما از بعد از 30 خرداد 60 اعلام فاز مسلحانه رو کردیم، اما مستندات نشان میده که اینها قبل از انقلاب اسلامی و همینطور بعد از انقلاب قبل از سال 60 اینها ترورهای زیادی رو داشتن. به این گفتن که تو بیا این دروغ رو بگو که درگیری مجاهدین با نظام شروع کنندش مجاهدین بودن، ولی این ظاهرا اصلا نفهمیده که دادگاه سر چیه، یهو میره تو صحرای ناکجا آباد. به قبل از انقلاب بخوایم اشاره کنیم، ترور و حذف شریف واقفی، مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی لباف که به دلیل اینکه اینها راهشون رو
با توجه به شناختی که به دست آوردند از این سازمان جدا کردند، سازمان مجاهدین خلق در حقیقت اینها رو حذف فیزیکی کرد و لذا دست به قتل اونها زد. یعنی یه چیزی از حسن و حسین، هر سه دختران معاویه هستند، هم اونورتر. اولا مجید شریف واقفی و صمدی لباف از شهدای سازمان مجاهدین هستند که هر سال هم یادشون رو گرامی می‌دارن، براشون برنامه میذارن. بعد اینا خودشون از اعضای مجاهدین بودند که شریف واقفی به دست اپورتونیست‌های چپ‌نما شهید شد و صمدی لباف هم به دست رژیم شاه اعدام شد. بعد کل قضیه در زمان شاه اتفاق افتاده. چه ربطی به تو بابای جلاد تو این نمایش دادگاه داره؟ از جمله ترورهایی که قبل از 30 خرداد 60 توسط منافقین انجام شد خدمتون چند نمونه رو عرض می‌کنم. در 25 مرداد 58 مأموران جمهوری اسلامی انبار اسلحه و مهمات بزرگی را در یک بنگاه باربری در چهارراه مولوی تهران که متعلق به سازمان مجاهدین خلق بود را کشف کردند. از این دست موارد بسیار زیاده. یا در جای دیگه پاسداران خانه تیمی متعلق به سازمان مجاهدین خلق را در آبادان کشف و ساکنان آن را دستگیر کردند. از این خانه 30 قبض سلاح، یک بیسیم مسروقه از سپاه، لباسهای قواسی به دست آمد که خب حالا با این بیسیم ها گزارش های اطلاعات رو استراق سم می‌کردند و در حقیقت سعی داشتن که نقشه حمله به مراکز مهم رو داشته باشن. کلاً به ماجراهای فاز سیاسی، یعنی از 22 بهمن 57 تا 30 خرداد 60 توی نمایش دادگاه اصلاً نمیپردازن. این که چقدر به مجاهدین حمله کردن، چماقداری ها، بیش از 70 نفر از مجاهدین و هوادارانشون رو شهید کردند، چند هزار نفر دستگیری، چند هزار نفر رو مجروح کردند و از اون طرف در مقابل مجاهدین میتینگ های چند صد هزار نفره میذاشتند، به این چیزا توی این دادگاه اصلا نمیپردازن، در حالی که همه ماجرا از همونجا شروع شده. حالا این اومده مثلا شفاف سازی کنه، ببینید چی آورده. آره بابا اینا 4 تا کلاشینکوف پیدا کردن، بعد یه دست لباس قواسی، بعد یه دونه هم بیسیم. پس این نشون میداد که اینا میخواستن با این بیسیم شنود کنن، بعد نقشه بریزن، با اون لباس قواسی بود بندازن تو جوی آب، برن کارهای تروریستی بکنن. تمام. پس این نشون میداد که مجاهدین از همون اول فاز مسلحانه رو شروع کرده بودن. یعنی شما با یه همچین منطقی توی این دادگاه مواجهی. و در حقیقت خود ساواک چنین مجموعه ای رو وقتی میبینه تشکیل شد هدایت میکنه برای اینکه رهبریش به دست مسعود رجوی بیفته و دقیقاً چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در جهت اهداف همان ساواک و رژیم پهلوی قدم برمی‌داره. از قدیم گفتم با کسی که 5 ثانیه زمان لازم داره تا فرق افقی و عمودی رو بفهمه حرف از ریاضی نزن. اینم دیگه رفته تو آخر بیشعوری، یه جایی وایستاده که دیگه اصلا نمیشه باش ارتباط برقرار کرد. من نمیدونم اینو باباش تو بچگی تو کمد نگه داشته بود، یعنی یه بارم تو خیابون نبوده که ببینه مجاهدینی که از نیروهای اصلی مبارزه با شاه بودن 60 سالی که دارن با شیخ و شاه مبارزه میکنن، این همه ساواک از مجاهدین کش، بنیانگذاران مجاهدین رو اعدام کرد، مجاهدین رو شکنجه کرد، تا روز آخر حضور شاه هم توی زندان نگهشون داشتند. بعد اصلا بعد از انقلاب ساواکی وجود نداشت. پسمانده های ساواک هم همشون رفتن دوباره توی همین رژیم حل شدن و به جنایاتشون ادامه دادند. تازه اگر هم کسی در جهت اهداف ساواک حرکت کرده، بابای جناب عالی بود که در کشتار مجاهدین و مبارزین جنایات انجام نداده ساواک رو انجام داد. تو اصلا تحقیقات نکن، تو فقط قصه اون بابای جلادتو بخور. در نهایت کسادی این دادگاه به جایی رسید که دیگه قاضی افتاد به التماس که تو رو خدا مجاهدین یکیتون بیاد ما رو تحویل بگیره. این دادگاه خطاب به متهمین این پرونده اعلام می کند سالهای بسیار طولانی است که در خارج از ایران به صورت آوارگان در حال زندگی هستید. اتهامات متهمان با یکدیگر در یک درجه نمی باشد و فرصت دفاع را خواهید داشت و این زمان بسیار مهمی است
تا برای احقاق حق در مقام متهم ولی با حق کامل آزادی انتخاب وکیل در جلسات حاضر باشید. شاید زمان آن رسیده است به این آوارگی پایان دهید، به کشور بازگردند. وقت آن رسیده که فرزندان خود را در آغوش بگیرید، به آنها مهر بورزید، به کشور خود، به خاک خود بازگردید، بستگان خود را ببینید. این دیگه یعنی اعتراف کامل به درماندگی. انگار که میخواد مثلا بچه گول بزنه، بیایید برگردید، بچه‌تون رو ببینید، بستگانتون رو ببینید. بابا جان، اونی که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال داره مبارزه میکنه به کمتر از سرنگونی این نظام راضی نمیشه. اون موقع برگشت مجاهدین به وطن هم حتمیه. فعلا اما تنها پاسخ مجاهدین به این دادگاه همینه. وقت بخیر و خدا نگهدار.